الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 69 از آموزش توحید است. ان شاء الله تعالی در این حلقه باقی مانده از آیات‌هایی که در حلقه گذشته در روی همون موضوع بودیم بیان کرده می شود. آیات‌هایی که در این آیات‌ها لفظی اله به معنای معبود استفاده شده است. یعنی الله سبحانه و تعالی کلمه اله را در قرآن به معنای معبود استفاده برده است. نه در یک جا و دو جا، بلکه در ده ها جا که ما در حلقه گذشته تقریبا 10 این آیات ها را بیان نمودیم. حالا باشد تقریبا 10 یا دیگر آیات های دیگر را بیان می نماییم. الله سبحانه و تعالی می گوید ولا تجعل مع الله إلها آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل مع الله إلها آخر. سوره اسراء 39. با همراهی الله اله را، یعنی معبودی دیگری را قرار نده. یعنی با الله یک معبودی دیگری که او را عبادت میکنی برابر نکن. یعنی با همراهی الله چیزی دیگری را عبادت نکن، چیزی نباشد. او رسول است، انبیا هست، اولیا هست، ملائکه هست، آفتاب و ماهتاب است، مزار است و قبر است. عبادت نکن. عبادت چیست؟ ما همیشه میگیم که عبادت این یک اسم جمع هست، در زیرش بسیار چیزها را در بر میگیرد. چرا تکرار میکنیم؟ چرا که وقتی که عبادت را فهمیدید پس این عبادت را باید به الله انجام بدهید. وقتی که دایره عبادت را میفهمید این سبب نجات شما میشود، زیرا که این عبادت را فقط به الله باید انجام بدهید. طواف عبادت است. امید کردن، یعنی رجا از یک چیز امید کردن عبادت است. امیدی خوشبختی، امیدی کشایش کار، امیدی فرزند، این همه امید باید از الله باشد. از غیر الله امید کردن این شرک است. نظر کردن باید به الله باشد. ذبح کردن باید به الله باشد. فصل لربک وانحر. برای اللهت، برای ربت نماز بخوان و برای ربت الله سبحانه و تعالی قربانی بکن. هر عملی که خواه درونی خواه بیرونی باشد و الله این عمل را دوست دارد این عبادت است. الله اطاعت را دوست می دارد، پس باید به الله عبادت بکنیم. پس باید به الله اطاعت بکنیم. اطیع الله، به الله اطاعت کردن عبادت است. به غیر الله اطاعت کردن در حالتی که مخالف الله و رسول او امر می کند، در همه حالت اطاعت کردن و گوش دادن این عبادت را به غیر الله انجام دادن است و این شرک است. شرک در اطاعت است. و این چنین دیگر عبادت ها، دعا کردن از غیر الله، طلب کمک کردن از غیر الله، ترسیدن از غیر الله، توکل کردن به غیر الله، این همه شرک است. چرا که این همه عبادت را به غیر الله انجام داده شده است. حکم کردن به حکم غیر الله، مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی، همه حکم هایی که به غیر حکم الله هست این حکم طاغوت است. یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت. الله گفت میخوان که به محکمه های طاغوتی مراجعت بکنند، محاکمه نمایند. یعنی همه حکم هایی که است حکم طاغوتی است. پس این مراجعت هم باید به حکم الله باشد که این عبادت است. به حکم غیر الله شرک است. همچنین ما باید بفهمیم. در سوره کهف آیه 14 الله میگه
لن ندعو من دونه اله، هرگز دعا نمیکنیم بجز الله اله دیگری را. این صفت موحدین است، صفت یکتا پرستان، صفت اهل توحید، صفت موحدین. موحد یکتا پرست، کسی که مؤمن و موحد است به الله هیچ چیزی را قرار نمیدهد، میگه هرگز بجز الله دیگر چیزی را دعا نمیکنیم، هرگز یگان معبودی را، یگان اله را که بغیر الله باشد عبادت نمیکنیم، دعا نمیکنیم. سبحان الله. این صفت مؤمنین است. پس ما باید مواظب عبادت های خود باشیم. برای همین میگن که ریا شرک است. چرا که باید عبادت به خاطر الله باشد، اما یک کسی در عبادتش ریا میکند. ریا چی؟ یعنی خودنمایی میکند. پس عبادتش را به خاطر دیگر کسی، به خاطر انسان‌های در گرد و اطرافش بوده کرده است. از همین جهت عبادتش به دو قسم تقسیم میشد، قسمی به الله و قسمی به مردم، و این شرک است. و عبادت البته باطل میشود. عبادتی که ریا از اول تا آخرش است یا که از مبین تا آخرش است، این عبادت باطل است، قبول نمیشود. ریا باطل میکند عبادت رو. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من به شما میترسم از ریا، از شرک اصغر، ریا که خود انسان نفهمیده میماند. ریا چرا شرک میشود؟ بار دیگر میگم. برای اینکه مثلا یک انسان نماز میخواند، نمازش باید نیت، قصد، اراده، این همه عبادت باید با کی باشد؟ در نمازش نیتش، قصدش، ارادهش این باید الله باشد. نمازش خاص برای الله باشد، پروای به گرد و اطرافش بوده انسان ها نکند. اما یک نفر می آید می خواهد که خودش را، بزرگواری خودش را، نماز خودش را، رکوع سجودها را، بزیب کردنش را به مردم نشان بدهد، زاهد و عابد بودنش را. نیتش در اینجا قسماً به مردم می رود، یعنی عبادت را به خاطر نشان دادن مردم انجام میدهد. پس عبادت را به کی انجام داد؟ به مردم انجام داد، به شرک واقع شد. والعیاذ بالله. پس مؤمن موحد کسی است که میگه هرگز هیچ معبودی را بجز الله عبادت نمیکنیم، دعا نمیکنیم، به خاطر او یگون چیزی را انجام نمیدیم. سوره کهف اشاره ده. و اینچنین در سوره طه آیه 97 الله سبحانه و تعالی میگوید وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاکفه. در این آیه البته معنای اله معبود است. بنگر به همون معبودت کی، یا به سوی همون معبودت کی به او نشسته، یعنی برای عبادت او نشسته بودی. پس اله به معنای معبود استفاده شده است. در سوره انبیاء 29 الله میگه و من یقل منهم انی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم. سبحان الله. یعنی هر کسی بگوید و من یقل منهم، هر کسی از اونها بگوید، یعنی مشرکین بگوید که من الهم بجز الله، یعنی خودش رو کسی اله گوید، خودش رو معبود گوید، بگوید که عبادت کردن من اجازت است، بگوید از عبادت مردم راضی شود، از سجده کردن مردم به او راضی شود، از اطاعت مردم در حرام و حلالش راضی شود، خودش رو اله گرفته است. امروز رافضه ها، علمای رافضه و علمای صوفی که مردم میروند و به اونها سجده میکنند، دست و پایشان رو میبوسند و به اونها رکوع میکنند، سجده میکنند، این اعوذ بالله انسان ها خودشان را اله در جای اله قرار داده و مردم اونها را عبادت کرد. هر دوش هم مشرک است. یکش خودش را اله گفته بجز الله، یا برابر اله گفته، گرچند که خودش را اله نگوید هم عملا اجازت داده است، راضی هست که کسی او را عبادت بکند. این رأس طاغوت است. خیلی که شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگن طاغوت بسیار است و اما رؤسای طاغوت، بزرگان طاغوت 5 تاست. شیطان است
و بعد از شیطان کسی که عبادت کرده شود و راضی باشد. یک کسی بیاد به نزد شما تعظیم بکند، سجده بکند، اگر شما راضی شوید دانید که شما کافر شدید، طاغوت شدید. طاغوت عادی نه، رأس طاغوت، بزرگترین طاغوت. والعیاذ بالله. پس این است که هر کسی خود را عبادت شونده قرار بدهد، این طاغوت است، این مشرک است. و هر کسی که او را عبادت کند اینم طاغوت پرست است و مشرک است. الله سبحانه و تعالی در سوره الفرقان آیه 43 میگوید: ارأیت من اتخذ الهه هواه. آیا دیدی کسی را که نفس خودش را اله خودش گرفته است؟ اله به معنای چی؟ معبود خودش گرفته است. یعنی کسانی هستند که اونها بت نمی پرستند، اونها در گرد یگان قبر طواف نمی کنند، اونها در بین مشرکین هم زندگی نمی کنند، اونها عبادت می کنند به الله، سجده به غیر الله هم نمی کنند، اما اونها مشرکند. چرا؟ چرا که اونها هوا و نفس و خواهشی خودشون را بلندتر از همه چیز گرفتند. وقتی که هوا و هوس و خواهششون می آید مقابل شریعت، شریعت را ترک میکنند، هوای هوس خودشون را میگیرند. به خاطر هوای هوس خود به همه کفریات و شرکیات دست میزنند. پس در نزد اینها اولاترین چیز چیست؟ نفسشون است. پس اونها اطاعت نفس کردند، اطاعت انسان نکردند، اطاعت یگان مشرک و کافر نکردند، اطاعت نفس کردند. ما گفتیم اطاعت کردن هم وقتی که از حد میگذرد اطاعت کفری و شرک میشود، انسان طاغوت پرست میشود، کافر میشود. وقتی که انسان به نفسش اطاعت کرد به همون درجه‌ای که به کفر شرک واقع شد، پس اطاعتش اطاعت شرک است. این انسان نفس خودش را اله گرفته است، یعنی معبود گرفته است، نفس خودش را عبادت میکند. چگونه؟ آیا به نفسش سجده میکند؟ آیا به نفسش بگوییم یگان عبادت میکند؟ عبادتش چگونه است؟ عبادتش اطاعت نفس است. در گرد نفسش طواف میکند، دور میزند، یعنی به خواهش نفسش فقط کار میکند. نفسش میخواهد که هجرت نکن، کافر باشی هم زندگی بکن، کافر شود هم زندگی میکند. نفسش میگوید که شرایط وزنین شد، بیا دیگر نماز رو هم ترک کن، زن رو هم بگو حجاب رو بکشد. مرحمت. یک انسانی که خوب بود به خاطر نفس، به خاطر دنیایش از حجاب زن دست میکشد، از زن رو مجبور میکرد که حجاب رو بکشد، از نماز دست میکشد. نفس میگوید که به خاطر کرسی اطاعت کفار بکن، به خاطر یک کرسی دینش را ترک میکند، به خاطر نفس است. اینها پس اینها مشرک است. و این در این مسئله حدیثی صحیح هم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نمودند که ان شاء الله در مکان خودش بیان میکنیم. در سوره شعراء آیه 29 الله سبحانه و تعالی میگه: قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنك من المسجونین. در این آیه هم اله به معنای معبود آمده است. در سوره شعراء آیه 213 فلا تدعو مع الله الها آخر فتكون من المعذبین. الله میگه که با همراهی الله، به همراهی الله یگان اله، یعنی یگان معبود دیگری را دعا نکن، عبادت نکن که تو از جمله عذاب کشنده ها میشوی. معنای آیت همین است که هر کسی که الله را عبادت میکند، الله را دعا میکند، از الله طلب میکند، اما باز در بعض حالتها از غیر الله هم طلب میکند. طلبی چی میکند؟ جلب منفعت، میخواد که منفعت بیاید، فایده شود، یا دفع مضرت، یا میخواد که یگون بلا، مصیبت، ضرری از بالش نابود شود. همیشه الله را عبادت میکند، اما در حالتهای مصیبت، در حالتهای سختی صبر کردن نتوانسته، میرود به مزار، قبر، اولیا پرستی،
قبر رسول انبیای سنگ درخته و از اون طلب کمک میکند، یا به بالاش اول ذبح میکند، در گردش طواف میکند، دعا میکند، یک چند شرک رو جمع میکند. الله میگه که این چنین انسان از جمله معذبین میشد، یعنی عذاب کشنده ها، یعنی به جهنم داخل میشد. الله آشکار واضح میگه که فلا تدعو مع الله، به همراهی الله یگان چیزی دیگری را دعا نکن، طلب کمک نکن. از او امیدی فایده و امیدی دفع شدنی، نابود شدنی ضرر نکن. انا مین است اساس. امروز چقدر مسلمان ها هستند که به نام مسلمانند، بله نماز میخوانند، بله خودشون رو مؤمن میدانند، شب و روز لا اله الا الله محمد رسول الله میگند، حج میروند، هر سال روزه میدارند، صدقه میدهند، قرآن تلاوت میکنند. اما وقتی که میبینید که به بالای اونها بلای آمد، مصیبت آمد، درد آمد، الله رو هم دعا میکنند، از الله هم طلب کمک میکنند، لیکن میگن که نشد. زبانی نگویند، قلبی به غیر الله هم میروند، به مزار میروند. اول به مزار دهه، بعد به مزار شهر، بعد به مزار دیگر منطقه، بعد حتی به مزارهای دیگر دولت ها میروند. والعیاذ بالله. انا من شرک اکبر است، انا من کافر است. این چنین آدم کافر است، مرتد است. جهل در این مسئله عذر نیست. و این عقیده اهل سنت و جماعت است. بله امروز بسیار است به نام مسلمان هایی که وقتی که فرزندش دختر دارد، دخترش یعنی فرزند تولد نمی کند، فرزند ندارد، اهل اویله میگیرن این زن رو، میروند به نزد مزار قبر، مشرک میشوند، به نزد ساحر ذبح میکنند، به جین ذبح میکنند، به شیطان ذبح میکنند، به قبر. همه این عبادت است. عبادت رو به غیر الله انجام میدن و میخواهند که همین مصیبتی که در بالای سرشون است، مثلا نبودن فرزند، این یک مصیبت است، میخواهند که همین رو کی نابود کند؟ ساحر به واسطه جن و شیطان، یا که قبر، یک مرده. یگان نفر اونها اجابت کرده نمیتوانند، این طلب شما رو اجابت کرده نمیتوانند، به جا آورده نمیتوانند. الله سبحانه و تعالی میگه و يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بجز الله دیگر چیزها رو دعا میکنند، طلب میکنند، در حالتی که این دیگر چیزها بجز الله هیچ فایده رسانیده نمیتواند و هیچ ضرر هم رسانیده نمیتواند. نبودن فرزند از جانب الله است و بودن فرزند هم از جانب الله است. نبودن یک نعمت این از جانب الله است و بودن نعمت هم از جانب الله است. آمدن بلا و مصیبت از جانب الله است و تنجی و امانی هم از جانب الله است. پس وقتی که یک بلای آمد به سوی الله شتابید تا که الله از سر شما نابود بکند. وقتی که یک نعمت آمد به سوی الله شتابید، دعا کنید که الله این نعمت را حفظ کند. انا این است معنای توحید، توحید الوهیت. انا این است معنای اله. الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره صاد آیه 5: اجعل الالهه الها واحده. ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا اله ها را اله یگانه قرار میدی؟ این سوال مشرکین بود که ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه و غیر دیگر از مشرکین پیامبر را میکردند. میگفتند که ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا این یک چند معبودهایی که امروز هست بین ما و الله واسطه است، همه اینها را انکار میکنی؟ تو میگویی فقط یک تو الله است، تمام است. یعنی ببینید که چقدر معنای سخن پیامبر رو مشرکا فهمیدند. مشرکا فهمیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به یکتا پرستی دعوت میکنند. مشرکا فهمیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط به سوی معبود یگانه دعوت میکنند، همان معبودی که فقط خودش عبادت کرده شد، فقط از خودش طلب فایده طلب کرده شد، جلب منفعت و دفع مضرت، و بین خود و بین الله هیچ چیزی رو واسطه قرار ندهد. ذبح و دیگر دعا همه باید به الله انجام داده شد. مشرکان فهمیدند.
حقیقت رو فهمیدند اما قبول نکردند. والعیاذ بالله. الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره زخرف 84 آمده است که و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. الله همون ذات است که در آسمان اله است، معبود است، و در زمین هم معبود است. سبحان الله. تمام چیزهایی که در آسمان است الله را عبادت میکند، چرا که الله معبود الهی همه آسمان بوده است. همه ملائکه ها شب و روز الله را اطاعت میکنند و عبادت میکنند. تمام پرندگانی که در آسمان است الله را عبادت میکند، الله را تسبیح میگوید. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الله را به پاکی یاد میکند همه آن چیزهایی که در زمین و آسمان است، آن چیزهایی که جان دارد و روح دارد یا که روح ندارد. این سنگ و درخت که شما میبینید، شما فکر میکنید که این هیچ چیزی نیست، اما اینها الله را به پاکی یاد میکند. اینها مخلوقان الله هستند، الله اینها را خلق کرده است. این آفتاب و ماهتابی که شما فکر میکنید که هیچ چیزی نیست، الله را عبادت میکند، الله را تسبیح میکند. سبحان الله. پس در سوره الطور آیه 43 الله میگه ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشركون. آیا اونها بجز الله یگان اله دیگری، یگان معبودی دیگری دارند که او را عبادت میکنند؟ سبحان الله. یعنی وجود ندارد، یگان اله دیگری بجز الله وجود ندارد. اله حق یگان الله است. الله پاک است از آن چیزی که به الله شریک قرار میدهند. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. این همه آیت هایی بود که در این همه آیت ها کلمه اله به معنای معبود، یک ذاتی عبادت شونده ذکر شده است. در این همه آیت ها زیاده از 20 آیت الله کلمه اله را ذکر کرد. الله به یکتا پرستی ما را دعوت کرد. الله ما را از عبادت غیر خودش نهی کرد و باز داشت. الله سبحانه و تعالی انکار کرد و نهی کرد که با همراهی الله یگان چیزی را عبادت بکنیم. سبحان الله. چقدر قرآن به ما خوب معنای اله را میفهماند. پس به شما معروف شد که کلمه اله در قرآن و سنت به معنای چی آمده است؟ معبود. به معنای معبود آمده است. پس بعد از این شما میتونید بگویید که من معنای لا اله الا الله را فهمیدم. معنای لا اله الا الله کلمة التوحید، کلمة الحق، کلمة التقوى، کلمة الاخلاص، کلمة الصدق، کلمة عروة الوثقى، کلمة الاخلاص و غیره. معنای این کلمه چیست؟ که به خاطرش همه آفریده شد، که به خاطرش انسانها به کافر و مسلمان تقسیم شد، که به خاطر همین کلمه انسانها به جنت و جهنم میرند، که به خاطر همین کلمه الله از بنده ها راضی می شود یا راضی نمی شود و غضب می کند، که به خاطر همین کلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگیدند، با مشرکین و مشرکین را به قتل رساندند، که به خاطر همین کلمه نوح دعا کرد و تمامی قومش غرق شد بجز قبول کنندگان این کلمه. معنای این کلمه چیست؟ لا اله الا الله، لا اله الحق الا الله. لا نیست، اله معبودی، الحق حق، الا الله بجز الله. یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله. یعنی یگانه معبودی، یعنی یگانه ذاتی که باید عبادت کرده شود، حق است، یگانه ذاتی که پرستیده می شود. تمام انسان ها باید عبادت را تنها به او بکنند، به او کسی را شریک قرار ندهند. این الله است. لا اله الحق، نیست معبودی بر حق. همه این معبودهایی که بجز الله وجود دارد اینها معبودان باطل هستند.
پرستیده شونده های باطل هستند. هیچ حجت و برهان ندارد. عاقبت همه اش این انسان هایی که معبود به خودش گرفته است، این طاغوت پرست و جهنم است. هر کسی که خودش را اله خوانده باشد، هر کسی که گفته باشد که مرا عبادت بکنید، هر کسی که عبادت شود و راضی باشد، این هم مشرک است و جهنمی است. اگر توبه نکند، از این راهش نگرد، الله نمی بخشد. هر کسی که در حالت شرک وفات کرد، الله نمی بخشد. چه که خود الله در سوره نساء خبر داد: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. انمین است کلمه لا اله الا الله. پس از این فهمیده می شود که کلمه لا اله الا الله این بیان کننده توحید الوهیت است، توحید عبادت است، توحید عبودیت است. بارک الله فیکم. پس باید عبادت ها را به الله انجام بدیم و عبادت ها را بیاموزیم که کدام چیز عبادت است و کدام چیز عبادت نیست و عادت است. توکل کردن یعنی به یک کسی تکیه کردن عبادت است. آرزو و امید کردن عبادت است. ترسیدن عبادت است. دوست داشتن عبادت است. نذر کردن عبادت است. این عبادت های قلبی است، عمل قلب است. این همه به قلب می شود. یک انسان را چنان دوست می دارید که به خاطر او به همه کار راضیت و محبت الله و رسول به محبت الله و رسول برابر کردید یا که بالا رفتید. امروز این چنین محبت ها در منطقه تاجیکستان بگویم بیند زیاد دیده می شود. کسانی که محبت دارن نسبت پدر و مادر زیاده از رسول الله، زیاده از الله سبحانه و تعالی. چگونه؟ الله می گوید که موحد باشید، یک تا پرست باشید. الله می گوید که اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بکنید، پیروی از رسول الله بکنید. و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. اما اینها میبینن که پدر و مادرش میگید حالا یاش هستی نماز نخون. پدر و مادری کمونیست میگید که فرزندم نماز نمیخونی. فرزند هم اطاعت میکند، میگید که پدر و مادرم گفت دیگر علاج ندارم. پدر و مادر رو دوست دارد، اطاعت میکند. دوستداری در دوستداری است مشرک شد و در اطاعتش هم مشرک شد. اطاعت کرد، باید اطاعت الله را میکرد. فرمان دو فرمان اومد، فرمان الله و رسول و فرمان پدر و مادر. فرمان پدر و مادر را اطاعت کرد، فرمان الله و رسول را ترک کرد. شرک را قرار داد، باید به الله اطاعت میکرد اما به غیر الله اطاعت کرد. اطاعت که عبادت است پس مشرک شد. محبت الله و رسول آمد و محبت غیر الله و رسول، محبت فرزند، محبت اهل خانواده، محبت پدر و مادر همراه اونها به شرک واقع شد. شرک را ترک نکرد، به خاطر اونها شرک را ترک نکرد، نتوانست، مشرک شد. ترس شرک می شود. از جن کسی چنان می ترسد و به خاطر جن ذبح می کند. از ساحر چنان می ترسد که میگه که از دست او به من بلای میاد، باید به نزدش روم و به گفته های او باور بکنم، باید بنده او شوم. انسان موحد از غیر الله نباید بترسد. والعیاذ بالله. پس امید کردن این همه عملهای قلبی هست. یا شرک اعتقادی وجود دارد. شرک اعتقادی که این قول قلب است، عمل قلب نیست، قول قلب، سخن قلب است. مانند تصدیق اعتقادات قلب، مانند ترک کردن اعتقادات قلب یا که اعتقاد کردن جایز بودن شرک و غیره، این همه شرک است. یا به سخن یا به عمل کردن شرک. شرک الوهیت یعنی توحید الوهیت در کجا به وجود میاد؟ توحید الوهیت با زبان، با دل و با عمل به وجود میاد. شرک هم از همون جایی که توحید به وجود آمده است به وجود میاد. یا با زبان انسان مشرک می شود، یا با اعتقاد به قلب، به عمل قلب، یا به سخن قلب، یا به عمل جسم. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما باز یک بار دیگر مختصرا مذهب اهل سنت و الجماعت درباره معنای اله و بعد از این با شرح و تفصیلات
کسانی که معنای اله رو خطا فهمیدند به شما بیان کرده می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.